روزهایی بودند که کودکان دهه‌ای دارای آب از ترس نمی‌توانستند دستورهای والدین را اجرا کنند. اهالی این دهه در ناحیه شمسیددین شاهین 6 ماه باز احساس امنیت دارند و اظهار خرسندی می‌کنند که از یک حالت اضطراب‌انگیز بیرون شدند. تو همین یک سال پیش اینجا دوربود تیزانی میشد، خصوصا تیرمو بهار. بعد من وقتی کشت کار گذشته علف دروی دیگه مردم حتی در صحرا کار کردن نمیتونستند. این باقی مانده های تمرینگاه ارتشی روسیه است. 6 ماه قبل دیویزه 201 که در شهر کӯلоб قرارگاه داشت به ناحیه رودکী کوچید. دوام 15 سال در این مکان سربازان روس مشق می کردند. پادشاهی زیاد بودند که مثلا حتی هنگام دوام بچه سنف 6 عوض گفتنی بچه رو تیر زده در میدان کشتگی بدارم اینجا سنف 6. مردم دهه‌های اطراف مجبور بودند وقتی رزمایش در جایهای امن پناه شوند. تیرهای دیدوی سربازان گاه تا مکان زیستی مردم می رسید. میدونه که اون تو از شیفش گفت کرده اینجا قطعه یک میواد چریق آکا آوردش بیدره بدوخی که میرفتن دایی ترق جوگا میرفتن دایی آمی میومد شرخ خست که زد. گاه با گندمزارهای مردم نیز گلوله می ریخت و قلعه مردم نابود می شد. سوختانی کد بالا آمد همون رحمتی سایداره برگاد بود همی خلق دیگه فیروز کردن همی کسونو را بدر کن زدن همی علاوه اگنی در همی گندمی. وقتی تمرین ها شبانه هم از تمام نوع عراق تیر می انداختند، برای تصدیق گپ‌های خود ساکنان این تیرها را در خانه هایشان نگه می دارند. مردم می کوشیدند در این روزها چاروای خود را به چرا نبرند. چاروا در این منطقه کوهستان ثروتی مردم است. چند بار شده است که چاروایشان هم هدف تیر قرار گرفته است. به قول مردم نه همه وقت حریم امنیتی از جانب سربازان رعایت می شد. حالا دیگر از آن روزها برای مردم درای آب دیگر خاطره ماند و بست. در جای تمرینگاه مومیرک حالا احیان سربازان را دیدن ممکن است که برای بردن تجهیزاتی باقی مانده می آیند. دیگر فضای اینجا را بعد از خروج ارتشی روسیه صدای تیر خللدار نمی کند. کودکان نیز آرامانه چاروایشان را به چرا می برند و خاطر پدر و مادران هم آرام است.